تیرامیسو محبوب دلها. تا حالا فکر کردید وقتی یک قاشق از این دسر جادویی رو امتحان می‌کنید چه اتفاقی میفته؟ نه، منظورم فقط طعمش نیست. منظورم تاریخچه و راز پنهان پشت هر لایه از تیرامیسوه. بذارید برگردیم به ایتالیای قرن 17، ونیز زیبا، شهری پر از راز و رمز، عشق و عاشقی. اما میدونستید تو دل این شهر پر جنب و جوش دسری خلق شد که اسمش خودش یه داستانه؟ میگن این دسر برای بانوان اشرافزاده ونیزی خلق شد، یه معجون سحرآمیز برای اینکه بعد از یه شب طولانی مهمونی یا یه قرار عاشقانه انرژی از دست رفته‌شون رو برگردونن. اسمش رو گذاشتن تیرامیسو، یعنی اینکه منو بالا بکش یا منو سرحال کن. فکرشو بکنید، هر لایه از این کیک نه تنها یک لایه پنیر ماسکارپونه خامه‌ای، بلکه یه لایه از تاریخ، یه لایه از شور و حال ایتالیاست. تلخی قهوه، شیرینی خامه، اون پودر کاکائو جادویی، همش یه هدف رو دنبال میکنه: انرژی بخشیدن، بالا کشیدن. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. بعضیا میگن این دسر غذای سربازها قبل از رفتن به جبهه بوده تا روحیه بگیرن، یا حتی انرژی بخش کشاورزان بعد از یه روز سخت کاری. مهم نیست کدوم داستان دقیقاً راسته. مهم اینه که تیرامیسو همیشه نماد قدرت بخشیدن و تجدید قوا بوده. حالا شما هم میتونید این انرژی رو تجربه کنید. نه فقط با خوردنش، بلکه با درست کردنش. با هر لایه‌ای که میشینید یک داستان رو زنده میکنید. داستانی که از قلب ونیز، از دل تاریخ به دستای شما رسیده. پس دفعه بعد که تیرامیسو خوردید فقط به طعمش فکر نکنید.